سلام و درود، خدا قوت. امروز 14 خرداد 1404 هست و همونطور که مستحضر هستین 12 خرداد یه آتش سوزی خیلی بزرگی توی نخلستان‌های هودیان اتفاق افتاد و بسیاری از کشاورزان دچار ضرر شدن، چیزی که در واقع ما مورد حساب و محاسبه قرار دادیم. یه چیزی حدود 22 هکتار از اراضی کشاورزی هودیان از بین رفته و مقدار زیادی، یعنی بیش از 5000 فقط اصله درخت نخل و حدود تقریبا 3000 تا 2000 تا پرتقال و انار توی این اراضی از بین رفته و از جانی که میتونن به هر نحوی واقعا به کشاورزای ما کمک کنن، چه از فنس میتونن، چه از نهال هایی که اینجا میتونه رشد بکنه مثل پرتقال، انار و انگور، انجیر و خود درخت نخل که اصل کاری ما هست و بیشتر از همه بهش نیاز داریم برای احیای خاک از جان ما در محیط زیست، از جایی که میتونن واقعا توی ارگان ها و مؤسسه های خیریه کمک کنن، حتما دریغ نکنن و مردم هودیان واقعا بهش نیازمنده. مردم زحمتکش که همه زحماتشون کمتر از 4 ساعت از بین رفت. امیدواریم که انشالله قدم های شما در هودیان مایه خیر و برکت هم برای مردم اینجا و هم برای دنیا و آخرت شما عزیزان باشه. ممنون و متشکرم. تیوتی بلوچی چانل اهوز تیوی گما همراه بید. Persian TV.